جمهوری تویستون از 9 اکتبر 2014 سال حالنامه کمش بعد 10 نوامبر قوه قانونی گرفت. این 5 نوامبر اومده. مدام که حالنامه قوه قانونی گرفتگی نیست. اول همون حرکت جمعیتی که حکومت و اعتراف میکرد که پیش برای جمعیت خفنا نبوده برای منفعت‌های دولت و قوه قانونی نگرفته چه آدم میگیره محکوم میکنه. این چیز البته خودش نادرسته است. از موافق کدام میاره این 6 ماه کم کردن یا همین حالنامه سود برآوردن همین حکم برآوردن؟ اکنون این 6 ماه میگوییم که کم کردن خیلی کار نکرده. فقط عیبدارخانه دولتی 18 سال در مجموع فرستاده بود. این سود با تمام همون عیبنامه‌ای که عیب اعلام کرده بودن حکم سودی شد برآورد و در مجموع خلاصه‌ای که عیبدارخانه دولتی 18 سال فرستاده بود 6 ماه کمتر 17 سال و 6 ماه گرفته. این خیلی بگیم که وای مثلا در کدام معیار کم کرد چی باید نیست ولی ما دوای نیست. من نه من نسخه حکم سعودی را گرفتیم در اینجا نسخه حکم سعودی را میشینیم میخونیم میبینیم مدت 10 روز ما امکانیت داریم البته مشاهده ما را با همین خلاصه آمد که حکم غیر قانونی به اساس است. چی پرسان این نوارهایی که گفتن برای اینترنت پیدا شد نشد کردن شما با ما دسترسی کردن شناسایی کنیم وای نوارها تو امروز هم در اینترنت هستن آزاد هستن. ما باید در نوارها گرفتیم تماشا کردیم دیدیم برو اومدیم استنوگرام است در اونجا اون استنوگرامی که مخاطب تفکیکی پیشنهاد کرده است درست ما اصرار کردیم که ما میندار هستیم که استنوگرام درست با نوار درست کرده مونده شدگی است جمله با جمله که چی صحبت همون صحبت ها معلوم میشود که سخن اویدی حمایت مهاجران توجیه بیرون از کشور رفته است. این آدم عقیده‌اش میگه که مقصد ما همین یگام گپ در این نوارو زیدی مثل دولت باشه زیدی رهبری دولت باشه یا که زیدی دیگر چی باشه نیست. قسمان گفتن اعتراف کرده است عیبدار شونده قسمان گفته چیه به نظر؟ نه عیبدار شونده خودش در یگام وقتی حکم خوندن ده گفت که قسمان بدر نه ما مرافع سعودی در از اول تا آخر اشتراک داشته بودیم عموما عیبدار شونده در یگام چی خودش وای نکرد گناهکار نشمارید وای میگم وطن ما مادر ما فرزند ما عائله ما شهروندای تویستان کسی که هست میگه من دوست میدارم حرمت احترام میکنم من گفت که تماشای لاجستیکم گفت لیکن متاسفانه مقصد که من فرزند رئیس جمهور کی نیست من رئیس کمیته که تعیین نمیکردم من جام نبودم چه کار کنم من موجود مهنتش نگرفتم تقدیرم هم به دست نصیبم هم به دست گفتم و من مهنت میکردم اهل عائله‌مو خش توارم میشه زندگیشون پیش میبردم گفته بود تفکیکم یگام دلیل درباره این که این با این حرکت یگام چی داشته باشه اومد نداشته بود گویا که در سایت‌های اجتماعی هر گونه چیزا زیر دولت پخش می‌کرده است تو کجا همین اثبات کرده شد یا نه مثلا ما دیروز در برنامه سعودی اویدیون گفته گذاشتیم که وقتی عیب اعلام میکنن عیب در مجموع نسبت 19 نفر میرود قوت فومرالی دودو جان عطاولو گدای شراف‌الدین ابراهیم مقصود و دیگران میرود ما طلب کردیم که ابراهیم مقصود من دوزیده آوردگی هستند همه در مثال معلوم است که غیر قانونی حدود تویستان وارد کرده گنشه بیاد همین آدم خاطر روبرو کنیم که الان نسبت همین آدم چی نشان داد میتونه سود این روبرو کنی را عموما نگذرون ضرور نشمارید برای میدانید که اگر این روبرو کنی را گذرون ابراهیم مقصود میگه که آخه آدم با یگام چی دخل نداره یگام چی مناسبت نداره یا موجود مهنتیه پیشتر هم علاقه گدای شراف‌الدین کسی بود گفته بود که ما این شخص نمیشناسیم با این آدم مناسبت نداریم و این سایت‌هایی که میگن که پنگ کردن زیاده از 100 صفحه از همون رسانه‌های عمومی شخصای نامعلومی که در اونجا پنگ کردگی هستن همونا رو گرفته آوردگی هستن ما گفتیم که مرحمت تشخیصگرا رو دعوت کنید تشخیصگرا بیان یک خلاصه تشخیص تصدیق کنه که کدام نوار حمایت‌شونده ما پنگ کرده است یا تیار کرده یا حکم معرفی داره این یگام نوار تیار کردگی نیست در عیبنامه این چیز نیست و در مجموع گفته گذشته رفتگی است گفتن ممکن است که همین 17 سال و 6 ماه در اصل جزای 19 نفر بود اگر تقسیم کنیم 19 نفر به 7 ماه میرسه 8 ماه میرسه سود گناه دیگر رو کردن یا که نکردن این بعد مثلا تاریخ مثلا جمعه و بود یک قرار سودی نشون میده همش به ذمه یک نفری بیگناه میپرته شما چه نقش داره یعنی به کجا مراجعه میکنید ما از روی کدکس مرافعه جنایتی جمهوری تویستان مدت 10 روز به شکایت به کلیگ سودی و به کارهای جنایتی سودی شهر دوشنبه میاریم ببینیم که چگونه قرار سودی میبرد بعداً برای ریاست سودی شهر دوشنبه کلیگ سودی عالی جمهوری تویستان دا میاریم این بعد شکایت‌های نظارتی به پرکار گناه جمهوری تویستان برآورده نوشته میشود و اخیراً ما به کمیته آوان و به حقوق انسان مراجعه میکنیم که حقوق انسان در جمهوری تویستان از طرف مقامات تفتیشاتی و سودی پر خلدار شده است